3 تا نکته مهم در خصوص رابطه عاطفی. اول، شریک عاطفی شما اولویت شما قرار داره، پس هیچ وقت توی جمع مقابلش وای نسا. دوم، خورد محبت‌ها تاثیر بسیار زیادی توی بهبود یک رابطه عاطفی دارن. خورد محبت‌ها سبب افزایش موجودی حساب بانکی عاطفی شما میشه و انجام دادنش با وجود تاثیر بسزایی که توی رابطه عاطفی شما داره زمان به شدت کمی از شما میگیره. مثالش گل دادن در طول هفته، کمک کردن در کارهای خونه. سوم، هر چقدرم که درباره رابطه عاطفی و تکنیک‌هاش بدونی، باز هم اطلاعاتت کافی نیست و شناخت ته نداره. جان گاتمن توی کتاب راهنمای مردم برای شناخت زنان صفحه اولش یه نقل قول از فروید آورده و اون اینه که با وجود 30 سال تلاش در تحقیق و پژوهش باز هم به جواب این سوال نرسیدم و اون اینه که زنها چی میخوان. اگه این سبک از محتوا میتونه بهت کمک کنه که رابطه عاطفی بهتری داشته باشی، حتما دنبالم کن و این محتوا واسه دوستانت بفرست تا اونا هم از این محتوا استفاده کنن.